ساعت با وقت پرگر رسیده است و بار دیگر به شما بیننده عزیز درود میفرستم و تشکر میگم که بازم به ما پیوستید برای شنیدن خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. خب چند خبری هم هست که میخوام به سهم شما برسونم و باوری دارم که بعد از 3 ساعت دیگر باز با شما ملاقات میکنیم در بخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی و اونجا ما باز از این بیشتر هم گزارش‌های مفصل رو پیشنهاد شما خواهیم کرد. اما حالا با شما میبینیم که دزدانی شهر دوشنبه تحقیق پرونده باباجان شیرینزاده را با اتهام کشتاری همسر سابقش به انجام رسانده آن را به دادگاه شهر دوشنبه ارسال کرده است. یادآور میشوم که ماه ایون امسال باباجان شیرینزاده همسر پیشینش مایره یتیم و را در پیش چشم 2 کودک نابالغش به قتل رساند. قتل بی‌رحمانه مادر 3 فرزند و به اعتنایی به سرنوشت او بحث زیادی را هم درباره زورآوری به زن در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته بود. ضمناً باباجان شیرینزاده پسر گنرال و یک صاحب مقام توجیک است. ازبکستان به نشست ترک زبان ها برگشت. ازبکستان 9 سال در نشست سران کشورهای عضو این سازمان اشتراک نداشت و امسال پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف همراه با پرزیدنت های ترکیه، قزاقستان و آذربایجان در این همایش حضور داشت. تاجیکستان از یگانه کشور آسیای مرکزی است که در همایش مذکور شرکت نمی‌ورزد. لباس‌های آماده و صاحبان گمنام در شهر غزنی افغانستان مردان زیاد قبل از عید قربان برای خود لباس فرمایش دادند، اما بنابر حمله طالبان سرنوشت تعداد از آنها نامعلوم است. ولی خیاط‌ها تا به حال منتظرند که لباس‌ها فرمایشگرانشان را میابند. یک گزارش تاثیر بخش داریم در این باره که پیشنهاد دارم در برنامه خبری همراه با ما این گزارش رو ببینید. گل سفید تابستان و یا نزاکت زنان توجیک از نگاه یک جوانزن رسام در دوشنبه برای اولین بار یک رسام نقاشی‌هایش را به نمایش گذاشت که در آن زنان اوریان تصویر یافتند. این رسام تلاش کرده است در چندین نقاشی‌هایش نزاکت زن توجیک را نشان بدهد و پیامش نیز این بوده است باید در جامعه سنتی تاجیکستان چشم به دیدن چنین زیبایی عادت کنند. اما طور معلوم می شود باز هم در همین جامعه نه همه مردم دیدگاه رسام را میپذیرند و طور خود او نیز اعتراف میکند برای پیدا کردن مکانی برگزاری نمایشگاه زیاد مشکل کشیده است، چون که مسئولین تالارها نمیخواستند برایشان به اصطلاح دردسر ایجاد شود. همکاران ما از این نمایشگاه دیدن کردند و اثرها را نیز نوار برداشتند. البته ما تو امروز قصه های زیادی داشتیم از حیات معلولان توجیک، از جمله درباره نفرانی که نابینا هستند. در بیشتر موارد آنها از مشکلات زندگیشان حرف میزنند که جای کار نمییابند، حقوقشان را نقض میکنند، نفقه کم میگیرند. اما این بار درباره زن نابینای برایتان میگویم که به اصطلاح 5 پنجه‌اش هنر است و میگوید زندگی شاهانه دارد. زندگی آموزنده این زن در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر پیشنهاد شما خواهد شد و همچنین همراه با شما سیر خواهیم داشت به عید خربوزه که امروز در دوشنبه برگزار گشت. در جشنواره مذکور دوستداران این پولیزی امکان دارند که کام خود را با بهترین نوای خربوزه شیرین کنند. این عید در حال تشکیل می شود که تابستان در ساکنان تاجیکستان از گران بودن نرخ تربوز و خربوزه در بازارهای کشور شکایت داشتند. خب ببینیم که در جشنواره خربوزه نرخ این پولیزی چقدر بوده است و تعداد خریداران هم کم بوده است یا زیاد. پس بعد از 3 ساعت دیگر ما را همراهی کنید در برنامه خبری رادیوی آزادی، چون طوری میبینید روز نو آغاز شده است و خبرهای زیادی هم هستند که در حال تحول هستند، چه در تاجیکستان و چه در جهان و حتما فکر میکنم که این خبرها برای شما نیز جالب دقت هستند و طور همکاری من همین حالا اشاره میکند شماره زیادی شما با ما الان پیوست شده و برای ما پیام میفرستید، سوال میگذارید و اصلا طور من از سوال گذاری قبلی شما دیدم بیشتر شما تا به حال درباره سیم کارت ها از ما میپرسید. بیننده عزیز بار دیگر به سهم شما میرسونم که نرخ سیم کارت ها از بین نرفتند، یعنی طوری قرار شد از 1 ینوری سال 2019 نرخ سیم کارت ها 250 سومانی خواهد بود. برای همین شما همگی چند ماه دیگر فرصت دارید که سیم کارت بخرید و یا که سیم کارتایی که در نام شما است میخواهید به نام دیگر کس بگذرونید این کار رو انجام میدید. و مهاجرانی که شما میپرسید که ما در روسیه هستیم میتوانیم این سیم کارت رو بدون شرکت ما در تاجیکستان بخرند یا اینکه به نام دیگر کس بگذرون، نه، این کار رو کردن نمیتوانند، چون که خود شما باید به واسطه به تاجیکستان بیاید با شناسنامه خود به نزد شرکت های موبیلی برید و این سیم کارت رو بگیرید. خلاصه سرنوشت
شریپوف نیز از ما پرسان کردید. کرامت شریپوف خوب در رابطه با اون نیز هنوز یگان خبری توزیع نیست. همکاران ما تقدیر او را در تاجیکستان پیگیری دارند. بازم اگر مسئله دارید میخواهید ما با این سوالش ما پاسخ بگیم برای ما بنویسید. باقی تا 3 ساعت دیگر ما شما را در بخش مستقیم منتظر میشم.